باشه. سلام علیکم اولادان، همه کسا سازن خوبن خشته ورام. از خداوند بزرگ سلامتی و تن جان صحت شما رو میخواهم. و نکن در همه تلفناتون به حد احتیاط کنین که از جای موج تلفنات و تلفنات رو سنجش بوده سیان امنیت کدام یگان صلوات های حدیث های این چیزا تیک تاک پرش دیگه کو میگیری در گروپ و در دیگه آدما میپرتایی همه را جای موج تلفن ها دانی داده آمده آدما رو قپیده بودستیان ای 9000 تا 11000 اشتراف کدستیان و ایشان تعلیم دهنده گذراندستیان تو اوجا در یگان کس میپرتایی همه حدیث ها را همه سروه ها یا که یگان امر معروف ها را تو همچون تعلیم دهنده میزگری وای همه قانون تعلیم دهنده ده وای 9000 تا 11000 اشتراف میسپاری او آدمایی که گوش کردگیان همه پرتافتگی تره و یا تعلیم گیرنده میشن هم تعلیم گیرنده ها رای هم تلفن تو هم جای موج و اوجا شما میدونن که کی چیکار کردسته هم فایرا کرده اشتراف کردستن که گفتی چه اولادا احتیاط کنین مقصد که هم خیلی چیزا رو نپرتین همین سمده سخ رفته استه ولی اوجه همه خراسان ما چند کسی قپیدن بردن همه خبر ندارین همیان شب تلفن تای دست میگیرن گرفته بردستیان تا امنیت برای همون گفته هم که چی کنه کسی در تلفنش چی هم خیلی امری معروف هم خیلی چیزا داره او دلیت کنه مقصد که هم رمضان رفته سه هم جهت چی کدستیان کفتکو کدستیان او تو نگو که مرای کجا میان و هم جایی ثبت تلفن ها ثبت موجه همجا خودشون وای میکنن آگاه میکنن همونجا خبر میتین میان ای خونه تلفن تا خودت میگیرن میبرن. امید دارم که این صدا رو هموطنان عزیز گوش کردتان. عمر و روزی غمنیتی پرخوک رحمانوف از پشت جریمه و از پشت مردم مظلوم تاجیک رسیده است. جهاد بر ضد این کافر مطلق